میکرد که خوارج ها از ما است. ولی دیدگی نیده خوارج حقانی را اینو. آخر ما هم خوارجی که به نزد تو رفت ما به خودمون خوارج میگیم. ای جاهلک ما به خودمون خوارج میگیم. به اینو که بحث میکنیم. یکی از خوارجچه ها چوجچه صوتی ده به وقت مسکوه اینجا میبیون گفته است. به وقت مسکوه اینجا صوتی ده میبیون. ابو حنیفه به من گاب میزنم. ابو حنیفه کسی که رحمه الله گوید انا همون من تکفیر میکنم میگه من خوارج. ما مثلا ابو حنیفه رحمه الله میگه ما خوارج رو تکفیر میکنیم. درباره ابو حنیفه هم سه طایفه هستن. فردا یک مقدمه میگم لیکن شما باید دونید. یک قسمی هستن ابو حنیفه به غلو کرده. ابو حنیفه قریب ملائکه پیامبر کرده پرستن. یک خطاگیش نه این است اون است. امام اعظم گفتند پیامبر وقتی که سخن ابو حنیفه اومد سخن پیامبر اومد سخن ابو حنیفه رو میگیرن. لیکن اینا خودشون زورا و بهتانا به ابو حنیفه نسبت میتن. ابو حنیفه از اینو بیزار است. بمانند این علمای تاجیکی که در ما دارن. غلو کردن در بزرگ شماری ابو حنیفه و دوستداری با پیامبر برابر کردن و از پیامبر بالا کردن. سخن پیامبر رو ترک میکنن. اگر سخن پیامبر ابو حنیفه بیاد سخن پیامبر رو ترک میکنن ابو حنیفه رو میگیرن. اعوذ بالله. معصوم دونستن ابو حنیفه. قسم دیگر غلو کردن در بدبینی ابو حنیفه. خوارجی چوجه های امروزه ابو حنیفه را اینقدر بد دیدن و سخنهای علما را نفهمیدن. سخنهای ضعیف و بی سند و سندش متهمه گرفته. ابو حنیفه را در اساس روایت های ضعیف تکفیر کرده یا در اساس او یک عملی که توبه کردن بعد از این تکفیر کرده و بعد از این میگه که کسی که ابو حنیفه رحمه الله گفت تکفیر است. این چوجه فکر میکرد که ما این مسئله رو گاو زده نمیتونیم. گفت است که پگه میرم مایده میکنیم میسونیسیم. ما یک 20 تا علمای سلف نومش که نقل میکنیم کتابی صفحاتی که ابو حنیفه رحمه الله گفته است. اینا خیلی کلام کرده. بعد میبینیم که تکفیر میکنیم. تکفیر کردی یعنی خودت زلالت خودت است. من اینجا تکفیر کردی یعنی زلالت خودت است. سند کتی. همین روایت هایی که تو میبیاری درباره ابو حنیفه استوتیب ابو حنیفه مرتين من الكفر و این است و اون است و غیره و غیره هم میشه سندن هر یک آدمی ضعیف شه از یاد میدونیم و تو به بیان میکنیم که این ضعیف این دروغ دین تو خوارج جاهل از چیزهای ضعیف گرفته شده است. تکفیر به ضعیف از گمان تکفیر کرده نمیشه. اگر ابو حنیفه بخوای نه اگر نخوای اگر انصاف داشته باشی مرد باشی استادات میبیاری و قطعی استادات درباره دیگر مسئله صحبت میکنیم. مسئله کفر شما خوارج، مسئله شرک شما خوارج. شما مشرع هستید، مشرک هستید. شما شریعت به قاعده نو ساخته در آوردید و شریعت دیگر کردید، مشرع شده مشرک شدید و شما الله تکذیب کردید، شریعت الله قبول نکردید، کافر هستید. هم کافر هم مشرک هستید. و اینو من اثبات میکنم. شما بیارم علما چه هوته به نام علما چه چوجه چه هوته بیار اینجا به دهنش به لجوم قرآن و سنت زده سرد میتیم که منهج شما باطل است. ظاهر که گرفته میشه و ظاهر مسلمان حکمی ما دو نمود حکم داریم. حکمی حقیقی مسلمان حکمی در اساس لا اله الا الله محمد رسول الله نماز است. الله میدونه کی است. حقیقت به الله میدونه. ما هر کسی که لا اله الا الله گفت نماز خون مسلمان میدونیم و هم به دلیل میبینیم بارونی ده بارون بریم. الله خور کنه شما را.